فوران معلومات دادند که ما را زود مورد حمله قرار می‌دهند. ما را لازم است که از هواپیماهای تیز سرعت استفاده ببریم. نه تنها بچه‌ها بلکه دیگران هم آسیب می‌بینند. وضعیت خیلی هم ناگوار است. ولی علاج دیگر نداریم. فوراً با نیروهای حربی هوایی تماس گیرید. بفهمید که در همان نزدیکی‌ها هواپیمای تیز سرعت هست، کار کرده فرستاد. این خطرناک نیست مگر؟ چاره دیگر نداریم ایلی. چاره دیگر نداریم. چقدر تاب می‌آوریم نمی‌دانم. اگر ما تاب آوریم هم تیرهایمان نمی‌رسند. بچه‌ها کمی دیگر طاقت کنید. کمک هوایی می‌آید. قماندان پایم را برید و مرا از اینجا گیرید. بسیار سفسطه نگوی. همه جا پر از بنزین است. از دو سر میترکیم. روید از اینجا. خواهش میکنم. های تو سفسطه نگوی. ما هممون یک جای از اینجا میبرایم. هممون فهمو. روید از اینجا. روید. همه از اینجا رها میرون. روید. اگر خواهند اینجا را به خاک یکسان کنند، یا همه یک جایه یا هیچ کداممان. راضیید؟ بله. فوراً با فرماندهی بالایی تماس گیرید. ببینید که با ما کمک رسانیده میتوانسته باشند یا نه. خوب شد از کماندو. زود او را به شعبه جراحی برید. زودتر باشید. تیرها در درونه. راه را کشوید. بله جناب دکتر. راه را کشوید. زودتر باشید. بیمار را از دست ندیم. راه را کشوید. خانم شما در اینجا میمانید. دریا یوز کجاست؟ او را به حجره جراحی بردند. این کار چی طور شد؟ نفهمیدم موندم. به فکرم او چیزی رو پای برده. مرا از ماشین فر آورد. یگان چیز را ندیدی؟ آدمانی زیاد رو دیدم ولی یگان کار کرده نتوانستم. خوب آرام شو آرام شو. یوز آدمی با قوت است. باید یگان کار میکردم مکردیم. همش پر از خون بود. او را آغوشته خون کردند. اگر او صحت نشود چی؟ تو حاضر فکری آن را نکن. من باوری دارم دکترها او را نجات میدهند. بیا رفته میشینیم. پرواز آتش کشادن آماده شوید. خداوند مددگارتان. هواپیمای یکم در پرواز است. هواپیمای دویم در پرواز است. شاهین من رفت کن. شما را فهمیدم. رفت کن. شاهین در همین خط علاقه است. شاهین رفت کن را نظارت برید. رندری شاهین در این طرف است. شما را فهمیدم. استاد
من ندار آمدم انتظار شدم. اینجا انتظار شو. استاد من هم درایم. انتظار شو گفتم. پسر جان آروم شو. یهو صحت میشود. اگر صحت نشود، اگر او بمیرد چی؟ من او را نمیافتم. کاری نمیشود. تقدیر الهی چنین است. در حقش دعا میکنیم که صحت شود. مایلش، من اینجا ایستاده منتظر خبری خوش میشوم. قول میدهم که درون نمیدرایم. استاد شما هم به من قول دید خبری خوش میارید. قول میدید؟ قول میدهم مرا اینجا